به نام یاد خدا. برگزاری جلسه کمیته انکشافی ولایتی در ولایت بامیان. جلسه کمیته انکشافی ولایتی PDC به رهبری مولوی عبدالله سرحدی والی ولایت بامیان و با حضور مسئولین ادارات دولتی و مؤسسات همکار در تالار جلسات مقام ولایت برگزار شد. مولوی عبدالله سرحدی مقام ولایت بامیان طی سخنانی در این جلسه در خطاب به مسئولین ادارات دولتی و مؤسسات اظهار داشت تمام مسئولین ادارات دولتی و مؤسسات همکار در بامیان مکلفیت دارند تا در برابر مردم صادقانه و دلسوزانه تلاش کنند. والی بامیان ضمن استماع گزارشات و فعالیت‌های ادارات سکتوری و مؤسسات فعال در بامیان به مسئولین هدایت داد که مسئولین ادارات دولتی و مؤسسات باید اصل شفافیت و کیفیت را در تطبیق پروژه‌های انکشافی و زیربنایی رعایت کنند. همچنین مولوی عبدالمتین آخوندزاده رئیس اقتصاد ولایت بامیان از ترتیب طرح اقتصادی تولیدی و ظرفیت سازی اقتصادی در سطح ولایت و ادارات سکتوری خبر داد و گفت طبق مکتوب و درخواست رهبری وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان از تمام مسئولین ادارات سکتوری امارتی اسلامی در بامیان تقاضا به عمل می آید تا طرح اقتصادی تولیدی و ظرفیت سازی اقتصادی ادارهشان را طی روزهای آینده ترتیب و به اداره اقتصاد بامیان ارسال کنند. رئیس شرکت برشنا در دیدار با الیاسوف رئیس شرکت برق ترکمنستان و مراد ارتیکوف رئیس پروژه تاپ بر توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور تاکید کرده است. بر بنیاد خبر شرکت برشنا دکتر عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا طی سفری به ترکمنستان با الیاسوف رئیس شرکت برق ترکمنستان و مراد ارتیکوف رئیس پروژه تاپ دیدار کرده است. در این دیدار ضمن گفتگو در مورد پروژه تاپ قرارداد خرید برق سال 1404 نیز میان افغانستان و ترکمنستان نهایی و امضا خواهد شد. دفتر لوای دوم پیاده قول اردوی 217 عمری با نشر خبرنامه گفته است منصوبین کشفی و استخباراتی آنان طی یک عملیات یک مقدار مهمات و تسلیحات مختلف نو را کشف و ضبط کرده است. در خبرنامه آمده است این تسلیحات شامل 1 میل هاوان، 1 میل دهشکه امریکایی، 2 میل کلانشیکوف، 1 میل کرابین، 1 میل مارکول، 26 فیر مرمی هاوان، مرمی های نارنجک روسی، مرمی دهشکه و تجهیزات ماین ضد پرسنل و ضد وسایط می باشد کشف و ضبط شده است.